میای تو اینستاگرام میبینی هر کسی اومده هوش مصنوعی داره طراحی سایت میکنه، هوش مصنوعی داره عکس تولید میکنه، ویدیو باش میتونی ادیت بکنی، پادکست تولید میکنه و همش حس میکنی که جا موندی. چقدر امکانات مختلف، کلی هم ایده به ذهنت میاد ولی حس میکنی جا موندی. حالا نگاه به این آمار بکنید، 98.75% کل آدم ها تا حالا این هوش مصنوعی بسیار بزرگ کلاد رو که انقدر حالا خفن شده و همین اخبار حول و حوشش هست تا حالا یک بار باز نکردن، حتی نسخه رایگانش هم استفاده نکردن. یعنی کل آدمایی که دارن از این استفاده میکنن 1.2% آدما هستن. بعد تازه یه سوال، چقدر از اینا به نظرتون تونستن از این هوش مصنوعی پول در بیارن؟ یا چند درصد تونستن تو زندگیشون عملکرد خوبی ایجاد بکنن ازش؟ درسته یاد بگیریم استفاده کنیم خیلی خوبه، ولی میخوام بگم باعث نشه دیدن این پست ها عملکردتون افت بکنه، حس کنید خیلی جا مونده و اتفاقات عجیب غریبی داره میفته و منم که همش جا موندم. مراقب این حسه باشیم و اگه دیدین اون پیج ها داره باعث میشه عملکردتون افت بکنه و همش حس کنید جا موندین، اون پیج ها رو حتما باید آنفالو بکنید و به جاش پیج منو فالو بکنید که کمک کنم عملکردتون بیشتر بشه.